سلام. یعنی ما مردم ایران واقعا بیچاره ترین مردم روی کره زمینیم، به خدا قسم. مردمی هستیم به اندازه گاو هم بهمون احترام نمیذارن. تقصیر خودمونه وقتی خودمون قبول میکنیم اینجور بلاهایی به سرمون بیارن. اون کارشناس بیچاره 2-3 روز پیش اومد گفت آقا بیایید جو بخورید. به خدا آدم جو بخوره بهتر از اینه که اینجور چیزایی رو به خوردش بدن. 2-3 روز پیش همین فروشگاهی افق کورش تو منطقه ما نورآباد لرستان اعلام کردن که برنج تنظیم بازاری دولت از هند وارد کرده، بیایید بگیرید کیسه 18 کیلویی 2,100,000 تومان. من رفتم یه دونه گرفتم، تازه گفتن برنجش هم برنج کاشته، اینم برنجشه، به ظاهر برنج قشنگ نگاه میکنی تمیز، ولی برنج رو وقتی درست میکنی یعنی واقعا گاوم نمیتونه این برنج رو بخوره. هیچ حکومتی به اندازه همین حکومت ما به مردم خودش ظلم نمیکنه. از اون ور 100,000 تن برنج تو بندر عباس دپو شده، به خاطر این که تا قیمت آخرش گرون بشه نمیارن تو بازار پخش کنن که اون تا حد آخر گرونی بره بعد بیارن پخش کنن. ایول میان این برنجایی که هند واسه مصرف دامی مصرف میکنن میارن میدن به خورد مردم این فروشگاه دولتی. واقعا مردم ما مردم بیچاره ای هن. مردم ما مردم بدبختی هن. هر موقع جنگ میشه، هر موقع انتخابات شد، پشت این دولت رو گرفتن، آخرش هم بعد اینجوری بهشون بی احترامی بشه. یعنی واقعا شده بگیرید، شده استفاده کنید، شده بپرسید ببین این برنج وقتی درست میشه اصلا از گلو پایین میره، نه طعم داره نه مزه داره. اصلا فکر نکنم برنج کاشت باشه. این برنج از همین برنجاییه که تو همین کارگاه‌های زیرزمینی هندوستان درست میشه. یعنی به خدا قسم گاوم اینو بریزی جلوش نمیتونه اینو بخوره. خواهش میکنم از مردم اگه میرن تو این فروشگاه اینجور برنجی میگیرن، مارکش هم مارک همسایه است، نگیرن، چون واقعا به خودشون جفا میکنن. خداحافظ.